سلام دوستای ارجمند، امید جور و صحتمند باشین و از حوادث و مشکلات به دور باشین. همچنان صحت و سلامتی از درگاه الله منان برای تمام بیماران ویروس کرونا در داخل افغانستان و خارج از کشور تمنا میکنم. قراره که شما عزیزا در جریان هستین. البته دیروز در استوری صفحه اینستاگرامم شما عزیزا را من در جریان گذاشتم که امروز روی یک موضوع قرار است بحث بکنیم و صحبت داشته باشیم و موضوعی را که من امروز رویش بحث میکنم کاملا جدا از کارهای هنری و موسیقی است و این برای بار اول است که من روی همچون یک موضوع بحث میکنم و نظر میدم و او هم به دلیل از که ظلم و ستم و بیدادگری در مقابل افغانها و بی‌اعتنایی در قسمت قتل و خون ما افغانها به حد رسیده که دیگه با واقعیت نمیتونیم که چشمای ما را بسته بکنیم و دیگه نمیتونیم که زبان ما را خاموش نگه داریم. چشمای ما توان دیدن این حوادث نداره و قلبای ما دیگه تحمل نداره که خاموش باشه. در ابتدا تسلیت به خاطر حوادث اخیره که در کشور عزیز ما رخ داده، از قبیل حمله به کلینیک دشت برچی، انفجار در شهر جلال آباد، غرق شدن دهها هموطن ما در مرز ایران و افغانستان، شهادت مولوی نیازی و حادثه دلخراش اخیره که آتش سوزی موتر عامل مهاجرین افغان در ایران بود که به شکل بسیار بیرحمانه هموطنای عزیز ما در داخل یک موتر با آتش کشیده شدند. هموطنای عزیزم، قسمی که همه ما شما آگاه هستیم، مهاجرت یک پدیده است که سالها مردم از اثر جنگ ها، قحطی، خشکسالی و غیر حوادث از یک جا به جای دیگه و از یک کشور به کشور دیگه به خاطر نجات جانشان، به خاطر ادامه زندگی سفر میکنن. و این مهاجرت ها از طرف سازمان ملل و کشورهای دنیا یک امر پذیرفته شده است و قبول شده است. متاسفانه در سالهای اخیر بنابر عوامل مختلف در کشور عزیز ما افغانستان مثل جنگ، نبود کار، نبود امنیت، اکثر جوانای ما به طور غیر قانونی از مسیر ایران به ترکیه و از ترکیه راهی کشورهای اروپایی میشن و قسمی که همه ما و شما میفهمیم در چند سال اخیر ما شاهد حوادث بسیار ناگوار بودیم و هستیم هنوز هم، از جمله غرق شدن صدها هموطن ما در مسیر آبهای ترکیه و یونان، حادثه چند پیش که غرق شدن دهها هموطن ما در بین مرز افغانستان و ایران بود و دهها موارد دیگه و حال هم حادثه اخیری که چند تن از هموطنای ما در اثر حریق شدن موتر حاملشان در شهر یزید ایران قلب تک تک ما و شما را جریحه دار ساختن و یک بار دیگر داغدار شدیم. هموطن عزیزم، من با تمام وجود شما را درک میکنم و میفهمم که از دست دادن فرزند، از دست دادن برادر، از دست دادن شوهر، از دست دادن یک عزیز چقدر دردآور است. پس مادرای عزیز، خواهرای عزیزم، پدرای عزیز و گرامی، لطفاً از سفرهای غیر قانونی جگرگوشایتان جلوگیری کنین. نگذارین که با تصمیمای خوشباورانیشان کشور عزیز ما را ترک کنن. نگذارین که عزیزایتان راههای پرخطر و دشوار پیش بگیرن. نگذارین که جگرگوشایتان با تصمیمای عجولانه راهی زندانها و کمپهای مهاجرین شوند که بدتر از زندان است، اسیر و دربدر شوند. نگذارین که عزیزایتان در مسیر راههای پرخطر خدای ناخواسته جانشان از دست بدن. شاید بعض از شما عزیزان نظر بتین که شما آوازخوان هستین، بهتر خواد بود در مسائل سیاسی مداخله نکنین و مصروف کارهای هنریتان باشین. ولی عزیزا، اگر هر شخص به خاطر کار و رشته و منفعت و مجبوریت خود خاموش بشینه و صحبت نکنه،
پس مسئولیت از کی است که صدا بلند بکنه بر علیه نارسایی های جامعه؟ کی باید از حق افغانا دفاع بکنه؟ کی باید برای افغانا صدا بلند بکنه؟ تا کی باید خاموش باشین؟ کیست دلسوز مردم افغانستان و کیست حمایتگر مردم افغانستان؟ ما، خودت و هر افغانی که انسانیت داره و هر افغانی که صدای خود بلند میکنه به خاطر انصاف، به خاطر دادخواهی. هیچ وقت عزیزا فکر نکنین که به یک صدا و یا به یک آواز چیز نمیشه، چون قطره قطره دریا میشه. فقط افغان میتونه که به خاطر حقوق افغان دیگه صدا بلند بکنه و فقط خود افغان میتونه که از حق خود دفاع بکنه. هیچ کار دیگه اگر کده نمیتونین و یا اگر از دستتان بر نمیایه، فقط آوازتان بلند بکنین به حمایت از افغانتان. نگذارین که تمام مردم ما جداگانه و بیرحمانه به بهانه های گوناگون به قتل برسن. با بلند کردن صدایتان و با حمایتتان از طریق صفحات اجتماعیتان نشان بدین که افغانتان تنها نیست. نشان بدین که شما همراهشان در غمایشان غم شریک هستین. برشان احساس بدین که خونشان بی ارزش نیست. خون افغان ارزش داره. عزیزای دل، ما مسئولیت داریم. همه ما مسئولیت داریم که جلوی مهاجرت‌های غیر قانونی رو بگیریم. اما قسمی که خانواده ها مسئولیت داره، دولت افغانستان نیز باید مسئولیت پذیر باشه. میدیای افغانستان باید با برنامه‌های اختصاصی این موضوع بسیار جدی بگیرن. همون قسم یک فیلمساز در فیلم خودی مسائل میتونه انعکاس بده. یک نقاش در اثر هنری خود میتونه این موضوعات انعکاس بده و یک آوازخوان در آهنگ خود به جوانا میتونه هشدار بده که از راههای غیر قانونی و پرخطر سفر نکنن و به می شکل یک شاعر در اشعار خود. من خودم اگر شما عزیزا متوجه شده باشین، چند قبل زمانی که متوجه شدم که مهاجرت‌های غیر قانونی چقدر به هموطنای عزیز ما صدمه رسانده، در یکی از آهنگ‌های خود نیز این مسئله را من اشاره کردم که البته شاعر بسیار توانای کشور و برادر بزرگوارم آقای سلطان پیوند در تهیه کردن شعر زیبای از آهنگ مرا همکاری کرده بودن و مطلع از آهنگ بود وطندار و همچنان از شبکه تلویزیون طلوع هم پخش شد. این آهنگ من برای شما عزیزا تهیه کردم و یک کوتاه قسمت اول از این براتون میخوانم که میگه: وطندار گلم از وطن چرا میروی، گل باغ وطن از چمن چرا میروی. حالا شاید بعض شما عزیزا بپرسین که خودت چرا رفتی. نازنینا، مهاجرت ما با فامیلم قانونی است، البته در یک شرایط متفاوت و قانونی، ولی منظور ما زمانی که میگیم از وطن بیرون نروید از بی احساس بودن ما نیست که درک نکنیم که در مملکت ما امنیت نیست، زمینه کار مساعد نیست و امثال از این هزاران مشکل دیگه داریم ما، بلکه از شما تقاضا میکنیم که مهاجرت‌های غیر قانونی را انجام ندین که شاید شما را در حالات نهایت بدتر از زندگی فعلی که دارین قرار بده. مثل حوادث را که شب و روز در جلو چشمای همه ما و شما اتفاق میفته و او هم در حالی که ما شهروند یک مملکت هستیم که هیچ کس از ما حمایت نمیکنه و خون ما بی ارزش است. کس سراغ ما را نمیگیره در هر حالتی که قرار بگیریم. نازنینا و هموطنای عزیزم، من شاید بیشتر از این که بعض اوقات لایو بیایم اینجا و صحبت‌های داشته باشم از طریق صفحات اجتماعی خود و بتانم یک پل ارتباطی شوم برای نظریات شما، برای کامنت‌های شما، برای طرز تفکر شما، که تا بتانین شما این نظریاتتان شما از طریق صفحه ما به گوش مسئولین برسانین. بیشتر از این شاید چیز نتونم انجام بدم، ولی باز هم با این کار ما میتونیم که سطح فکری مردم بالا ببریم، بیشتر متحد شویم، افکار ما منسجم شوه، صدای ملت شویم و بالاخره مسئولین مجبور است که به صدای ملت جواب بدن.
ما باید سوال کنیم که مسئولین چرا خاموش هستند و بالاخره مسئول کی است در اینجا؟ چرا همه ما خاموش هستیم؟ آیا منفعت خود ما اینقدر با ارزش است حتی از ریختن خون دهها و صدها هموطن ما که زبان ما را بسته کنیم و حداقل لب به اعتراض هم باز نکنیم یا صدا بلند نکنیم؟ مرگ یک امریکایی به اسم جورج فلوید تاریخ ساز شد. هر روز در امریکا مظاهره است به خاطر دادخواهی، ولی صدها و هزارها افغان به بهانه‌های گوناگون به قتل میرسند ولی هیچ کس صدا بلند نمیکنه. اطفال و نوزادای ما در شفاخانه از گواره به گور روان میشن ولی ما خاموش. مردم عزیز ما، همه ما و شما مسئولیت داریم. هنرمند، دکتر، انجینیر، سیاستمدار، مسئول، متعلم، معلم، رسانه، دولت، خلاصه همه و همه باید از حق خود ما که افغان بودن است دفاع بکنیم. میفهمید مرزیات چی رنج میته؟ که با عنوان یک افغان، با عنوان یک انسان، افغان بیچاره خب بیاز زندگی خوب نداره ولی حال مرگ ما هم به تمسخر گرفته میشه. مرگ با وقار نداریم دوستای عزیز. در حالت سوختن هستیم، میسوزیم ولی خون ما قدر بی ارزش است که از حالت سوختن ما فیلم میگیرن و میخندن. افغان نیمه سوخته، نصف بدنش در گرفته، از تشنگی داد میزنه، کسی برش دل نمیسازنه، یک گلاس آب نمیته. کی مسئول است؟ هموطنای عزیزم، بیاین یک راه حل جستجو کنیم. حداقل آواز بلند کنیم که مسئولین بیدار شوند از خواب غفلت که دارن. سطح آگاهی مردم بلند ببریم. همیشه به حمایت از هموطنای خود صدا بلند کنیم تا دیگر خون افغان بی ارزش نباشه. همیشه به حمایت از هموطن خود صدا بلند بکنیم. عزیزا و نازنینا، صحبت‌ها و گفتنی‌ها خیلی خیلی زیاد است. هر قدر که بگوییم من مطمئن هستم که دلای همه ما داغ دیده است، دلای همه ما رنج دیده است از این حوادث، از این حادثایی که رخ میده هر روز و ما افغانای خود از دست داده میریم. واقعا همه ما زخمی هستیم ولی باز هم مجبور هستیم که صحبت‌ها رو در یک جای به پایان برسانیم. من منتظر نظریات شما عزیزا هستم در زیر از این ویدیو. اگر دوست داشتین از طریق صفحه ما آوازتان بلند بکنین در مورد نارسایی هایی که در جامعه است و هر آن چیزی که میخواین ازش پرده بالا بکنین، من در خدمت هستم. ولی اگر دوست داشته باشین صفحه دیگر را انتخاب بکنین، از دل جان حمایتش بکنین، اسمش بگذارین آواز افغانستان یا صدای مردم افغانستان. در اونجا نظریاتتان بتین، پیشنهاداتتان بتین، راههای بهبود برای از این مشکلات پیشنهاد بکنین و هر رقمی که میشه، اگر به اندازه سرسوزن هم میتونین تفاوت بیارین، لطفاً بکنین. من خواهش میکنم که حداقل آوازتان به خاطر حق بلند بکنین. بیشتر از این وقت شما عزیزا را نمیگیرم و سرتان به درد نمیارم. و پناه خدا باشین. من منتظر نظریات و پیشنهادات و تمام راههای حل را که شما به خاطر بهبود یافتن برای از این بحرانی که فعلا هموطنای عزیز ما تجربه میکنن و وطن عزیز ما قرار داره، منتظر پیشنهاداتتان هستم. انشالله اگر ضرورت شد بار دیگه باز در خدمت شما عزیزا لایف قرار میگیرم و صحبت های رو در رو خواهد داشتیم. و پناه خدا باشین.